با نام خدا سلام به شما. به خبر 6 از سلو و طلو نیوز خوش آمدید. امروز چهارشنبه دهم حمل سال 1401 هجری خورشیدی است. سرخط آغاز کار کانال قوشتیپه در ولایت بلخ. د دې کانال په ویستلو سره به هیواد د کرنیزو محصولاتو په ځانګړي ډول غلجاتو له اړخه خودکفایۍ ته ورسیږي. برگزاری سومین نشست کشورهای همسایه درباره افغانستان در چین. تمام نشست‌های منطقه‌ای و جهانی همیشه سیاسی بوده و تمام کشورهایی که اشتراک کردند در جستجوی منافعهای شخصی خود بودند. تعلیق 600 میلیون دلار از کمک بانک جهانی به افغانستان در واکنش به مسدود ماندن مکاتب دخترانه در کشور. امارات اسلامی خواهان تعامل خوب با تمام کشورها و سازمان‌های امدادرسان در تمام موارد هست. هشدار واشنگتن به مسکو از بهر منزوی شدن روسیه در صورت ادامه جنگ با اوکراین. و کاهش تولید ناخالص داخلی در کشور. من بهرام امان میزبانتان هستم. با آغاز کار کانال قوشتیپه برای نزدیک به 200,000 تن زمینه کار به گونه مستقیم و غیر مستقیم فراهم خواهد شد. مولا عبدالغنی برادر معاون رئیس وزرا که از بهر آغاز کار این کانال به ولایت بلخ رفته میگوید که تکمیل ساختن این پروژه در اولویت کاری امارت اسلامی قرار دارد. این کانال به درازی 280 کیلومتر و با پهنای 100 متر از ولسوالی کلدار بلخ آغاز و با گذشتن از ولایت جوزجان به ولسوالی انخوی فاریاب میرسد. عارف موسوی در اینجا در ولسوالی کلدار ولایت بلخ مراسمی به هدف آغاز کار عملی کانال قوشتیپه برگزار شده است. در این مراسم معاون نخست رئیس الوزراء و شماری از اعضای کابینه امارت اسلامی شرکت کردند. ملا عبدالغنی برادر معاون نخست رئیس الوزراء میگوید که ساخت این کانال 5 سال زمان میبرد و در 2 بخش به بهره برداری خواهد رسید. د دې کانال په ویستلو سره به هیواد د کرنیزو محصولاتو په ځانګړي ډول غلجاتو له اړخه خودکفایۍ ته ورسیږي. بیا به موږ نور دنیاوالو ته لاس په کف نه یي چې کومک را سره وکړي یا مرسته را سره وکړي. په مرسته و په کومک باندې یو ملک پرمختګ هیڅ کله نشي کولی. هزینه برای ساخت این کانال 60 میلیارد افغانی پیش بینی شده است که از بودجه دولت پرداخته خواهد شد. با بهره برداری این پروژه 650 متر مکعب آب را در 1 ثانیه انتقال خواهد داد. این کانال که 280 کیلومتر درازی خواهد داشت و در ضمن 100 متر بر کانال خواهد بود و 8.5 متر عمق کانال خواهد بود. ما به کشور خود ضرورت داریم که باید سرمایه گذارای ما به تکلیف میشه، به زحمت میشه، به خوبی، به خوشی، به هر رقمی که میشن کمی سرشان فشار برن و بیان در وطن خودشان سرمایه گذاری کنن. مقام‌های محلی بلخ آغاز کار این کانال را یک دستاورد بزرگ می‌دانند و می‌افزایند که قرار است برای 200,000 تن زمینه کار مستقیم و غیر مستقیم فراهم گردد. د زراعت لپاره به سهولتونه برابرېږي. افغانستان یو زراعتي ملک ده. الحمدلله په دې باندې به موږ تاسې په پښو باندې درېږو. د دې پروژې مفیدیتونه هغه دا دي چې تقریبا په حدود د 3 میلیونه جریب ځمکه وبولاندې کیږي. دا کوم باد او شمال چې په دې ساحې کې ده ان شاء الله د دې پروژې په تطبیق سره به دا له منځه ځي. با تکمیل کار کانال قوشتیپه نزدیک به 3 میلیون جریب زمین کشاورزی آبیاری می شود و میزان فراورده های داخلی کشور به گونه چشمگیری افزایش خواهد یافت. سومین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه درباره افغانستان امروز در بیجینگ برگزار شد. سرپرست وزارت خارجه که برای شرکت در این نشست به چین رفته با وزیران خارجه چین و پاکستان دیدار کرده. به گفته وزارت خارجه در این دیدار سه‌جانبه سرپرست وزارت خارجه بر همکاری منطقه‌ای تاکید ورزیده. شیرشو رسولی وزارت خارجه میگوید امیرخان متقی سرپرست این وزارت که برای شرکت در این نشست به بیجینگ رفته است امروز چهارشنبه با وزیران خارجه پاکستان و چین درباره مسائل گوناگون گفتگو کرده است. آقای متقی گفت که فرصت‌های همکاری‌های منطقه‌ای خوب شده است که ایجاب می‌کند تا همکاری‌های سه کشور بیشتر گردد.
متقی می‌افزاید که افغانستان به جای بدهکاری علاقمند مشارکت اقتصادی با منطقه است. در نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه نمایندگان ایران، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه شرکت کردند. وزیر خارجه ایران در توییت میگوید که افغانستان مستحق توجه بیشتر جامعه جهانی است. تمام نشست‌های منطقوی و جهانی همیشه سیاسی بوده و تمام کشورهایی که اشتراک کردند در جستجوی منافعهای شخصی خود بودند. با این حال کابل ابراز امیدواری میکند که برآیند این نشست به سود افغانستان بیانجامد. در مورد روابط دیپلماتیک، اقتصادی، تجارتی و موارد دیگر پیشرفت‌های ملموسی صورت بگیرد و ما به مرحله برسیم که مشکلات کم باشد. چین دومین قدرت اقتصادی جهان، یکی از قدرت‌های بزرگ منطقه و جهان و همچنان کشوری که پروژه‌های بسیار کلان و استراتژیک این کشور نیازمند شدید به امنیت در افغانستان هستند. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که قرار است در هفته جاری یک نشست دیگر میان نمایندگان ایالات متحده، روسیه، چین و پاکستان در بیجینگ نیز درباره افغانستان برگزار شود. سرپرست وزارت داخله در دیدار با بزرگان اقوام گفته که به حقوق زنان توجه جدی داشته باشند. سراج الدین حقانی میگوید که به فرمان عفو عمومی رهبر امارت اسلامی پابند هستند و اراده انتقام جویی را ندارند. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله امروز چهارشنبه با شماری از بزرگان اقوام ولایت‌های خوست، پکتیا و پکتیکا دیدار کرده است. آقای حقانی از بزرگان قومی می‌خواهد که به حقوق زنان توجه جدی داشته باشند و مروج‌هایی را از بین ببرند که به گفته او به وسیله آن زنان از حقوق شرعیشان محروم شدند. په صلح په جرګه زه د سره ملګری یم چې د کوم هر شخړه وي د الله په خاطر باندې د دغه بادۍ رټۍ او د خفګونۍ او ګیلې نه نر سره پکې تېر شي. که څه هم شریعت خپل معین مقدار نه ټاکلی، خو د قوم سپینګیري حکومت ته شریعت دا جواز ورکړی دی چې د مصلحت په اساس باندې داسې یو مقدار دی ټاکلی شي. موږ څه فیصله کړې وه چې هم دواړو طرف ته د جلکۍ کورنۍ ته هم د خاوند کورنۍ ته ګټه پکې ته ونه کې. سرپرست وزارت داخله در این نشست تاکید می‌ورزد که امارت اسلامی در پی انتقام جویی نیست. چې د جناب امیرالمؤمنین حفظه الله عفو اعلان کړه، دا عفو یو سیاست نه و. تاسو اوس متعیزې په څلور ولایتو کې وکړئ چې د حکومت په سطحه څوک ورجګ شوي وي، څوک یې تعذیب کړی وي، مړ کړی وي، پسې شړلی وي، دا شته. خو چې چا کړی وي د دې صحنې شهیدون شته په خدای تعالی چې موږ رنولي دي دلته په نظامي محکمه کې پروته دي. این در حال است که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، نهادهای حقوق بشری همواره از آنچه محروم شدن زنان افغان از حقوقشان دانستند، ابراز نگرانی کردند. شیخ فقیرالله فایق، یکی از عالمان دین، با انتقاد از به دور ماندن دختران از آموزش این تصمیم امارت اسلامی را به چالش کشیده. آقای فایق دومین روحانی است که پس از مسدود شدن مکتب‌های دخترانه دوره‌های متوسطه و لیسه مخالفتش را اعلام می‌کند. در هفته روان مولانا خواجه جلیل الله مولوی زاده از عالمان دینی کشور از در فتوای افزوده بود که از دیدگاه اسلام دختران اجازه دارند تا علوم عصری را آموزش ببینند. شیخ فقیرالله فایق، یکی از استادان جامعه نعمان ابن ثابت کابل، در یک پیام شنیداری با انتقاد از مسدود ماندن درب مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم این تصمیم را به چالش می‌کشد. شیخ فایق در این پیام شنیداری 15 دقیقه‌ای می‌افزاید که اسلام اجازه داده است تا دختران در کنار مضامین دیگر آموزش‌های عصری را نیز فرا بگیرند. دا د ناجواز فتوا دا ورکړی چا دی، څوک ورکوي، ولی ورکوي، دلیل څه دی. د دغه مکاتبو د اوناسو یو دلیل د عداله ونه وکړي، صرف دا خبره وکړي چې صد ذرایع ده چې دې نه به مشکل جوړ شي. هیڅ مشکل نه تی جوړیږي. امن دی، افغانستان کې موږ د امن پیغام ورکړی دی. شیخ فایق از امارت اسلامی خواسته است تا درب مکتب‌ها بروی دختران دوباره بازگشایی شوند و افزوده است که اگر این خواستش نادیده گرفته شود با برخی از عالمان دین دیگر از بحر شکایت به مولوی هیبت الله رهبر امارت اسلامی خواهند رفت. صفا خبره دغه ده. د خزو مکاتب کوپار من پورې خاندي، کوپار منګه په رسمیت منګ ته وحشي خلک وي په وجه دي
چې موږ هغه مطلبي شی پرېږدو غیر مطلبي باندې ټول لګیا یو. این گفته های شیخ فایق در حال ابراز می‌شوند که پیش از این یک عالم دین در ولایت هرات نیز درباره بازگشایی مکتب‌های دخترانه فتوا داده بود. ولی آنچه لازم به ذکر است این است که باید تعلیم و تعلم زنان در چوکات اسلامی با مراعات حجاب اسلامی و عدم اختلاط زنان با مردان اجنبی باشد که اگر این شرایط از طرف دولت‌های اسلامی مراعات گردد کسی در آموزش زنان اختلاف نمی کند. خو دغه کسان چې دا اوس په 11 او په 12 سیم کې دي او د پونتون ارمان لري او غواړي چې د هیواد ته درس زمینه د مصدر د خدمت وګرځيږي نو د هغوی وخت لاړه تیر شو. شکایت مال دخترها کلش همش کلشون در خانه هستن، درس نیست، تعلیم نیست. ممنوعیت رفتن دختران به مکتب‌های متوسطه و لیسه افزون بر واکنش‌های خارجی با واکنش‌های برخی از چهره‌های نزدیک به امارت اسلامی در رسانه‌های اجتماعی نیز روبرو شده است. در سوی دیگر بانک جهانی در واکنش به مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه متوسطه و لیسه 4 پروژه به ارزش 600 میلیون دلار را در افغانستان به حالت تعلیق درآورد. بانک جهانی گفته که اگر اطمینان حاصل کند که عملی سازی این پروژه ها اهداف از پیش تعیین شده را برآورده می‌سازد، اثرگیری آن را به تمویل کنندگان پیشنهاد خواهد کرد. در این حال سازمان ملل متحد گفته که مسدود ماندن مکتب‌ها می‌توانند بر تعامل جهان با امارت اسلامی اثر منفی بگذارد. شیرشا رسولی. در ادامه واکنش‌های جهانی با بسته ماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان، بانک جهانی اعلام کرده است که برخی از پروژه‌هایش را در پیوند به این مسئله به حالت تعلیق درآورده است. این پروژه ها تنها زمان برای تایید به تمویل کنندگان صندوق بازسازی افغانستان ارائه می شود که بانک جهانی و شریکان جهانی آن درک بهتری از وضعیت داشته باشند و اطمینان یابند که اهداف این پروژه ها می توانند برآورده شوند. امارت اسلامی خواهان تعامل خوب با تمام کشورها و سازمان‌های امدادرسان در تمام موارد هست و امیدواری ما این هست که مسائلی که ابعاد خارجی کشور ما را در بر میگیره از راه‌های مفاهمه و مذاکره با تمام جناح‌هایی که ملاحظات دارند حل شود. با نقل از خبرگزاری رویترز، این پروژه ها از سوی صندوق بازسازی افغانستان به رهبری بانک جهانی تمویل می شدند و از سوی نهادهای سازمان ملل متحد برای پشتیبانی از کشاورزی، آموزش و بهداشت در افغانستان عملی می شوند. دخترها مکاتب برویشان باز نشود، شاید تنها 600 میلیون بانک جهانی بسته نکنه، بلکه شاید همه کمک‌های خود جامعه جهانی و دنیا برای افغانستان بسته کنه. با این حال مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد که به کابل آمده است، روز گذشته در نشست خواهان بازگشایی مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان شد. اگر چالش‌های فنی وجود دارند و هفته گذشته مکتب‌های دخترانه دوره متوسطه به علت این چالش‌ها بازگشایی نشدند، لطفاً به ما بگویید. ما حل ساختن این گونه چالش‌ها را در افغانستان در اولویت کاریمان قرار خواهیم داد. هرچند امارت اسلامی گفته است طرح بازگشایی مکتب‌های دخترانه را بر ریاست الوزراء پیشنهاد کرده است، اما روشن نیست که مکتب‌های دوره‌های متوسطه و لیسه چه زمانی در کشور بازگشایی خواهند شد. فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان گفته که در جریان یک ماه پسین 22 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در کشور بازداشت شدند. این نهاد می‌افزاید که در یک ماه پسین 8 رسانه به علت چالش‌های مالی مسدود شدند. با این حال امارت اسلامی بازداشت‌های پسین خبرنگاران را برخواسته از یک سوی تفاهم می‌داند و می‌افزاید آنان در چارچوب ارزش‌ها و منافع ملی کشور با تمامی رسانه‌ها همکار هستند. فرشاد داریوش. اینجا در یک نشست خبری در کابل، فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان با ابراز نگرانی از اوضاع خبرنگاران در کشور میگویند که در یک ماه پسین بیش از 22 خبرنگار در سراسر کشور بازداشت شدند و 5 رسانه به علت روبرو بودن با چالش‌های مالی مسدود شدند. جان ماه مارچ 22 مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده. یک مورد آن تهدید و توهین بقیه بازداشت‌های کوتاه مدت میباشد. یک مورد تهدید در ولایت خوست، یک مورد بازداشت در پکتیا، یک مورد بازداشت در ننگرهار، 8 مورد بازداشت در کندهار، 11 مورد هم در کابل. هغه برخې چې دغه قضیو ته باید رسیدګي وکړي هغه فعال نشي
موږ یعنې ډېر خوشبینه نه یوسي دغه خشونت له دغه تاوتریخوالی د په راتلونکو ورځو کې کم سي. همزمان شماری از خبرنگاران با انتقاد از برخی از نهادهای پشتیبان خبرنگاران میگویند که آنان از نام خبرنگاری به سودشان استفاده سوء کردند. از نام خبرنگار استفاده نکنین. خبرنگاران واقعی کسی است که امروز در افغانستان مانده و در این شرایط خفقان فعالیت میکنه، خبررسانی میکنه. اما مسئولان امارت اسلامی بازداشت‌های اخیر خبرنگاران را برخاسته از سوی تفاهم می‌داند و می‌افزاید که آنان با آزادی بیان پابندند. بعضی از برخوردها اگر فیزیکی باشه یا لفظی باشه یا کدام تقابل دیگر وجود داشته باشه او جنبه های مختلف داره، یا از سوی تفاهمی واقع شده باشه یا کسی از سوی نیروها دستگیر شده باشد، بازداشت شده باشه. این در حالی است که امارت اسلامی 2 ماه پیش گفته بود که برای رسیدگی به چالش‌های رسانه‌ها و خبرنگاران قانون رسانه‌های همگانی را مرئی الاجرا می‌سازند و کمیسیون را نیز از بهر رسیدگی به چالش‌ها و تخطی‌های رسانه‌ای ایجاد می‌کنند. ادامه خبر 6. سالنامه احصایوی جدید اداره ملی احصایه و معلومات نشان می‌دهد که رشد اقتصادی افغانستان در سال 1400 به منفی 20.7% رسیده که بر بنیاد این درآمد سرانه کشور به کمتر از $450 کاهش یافته. اداره احصایه و معلومات گفته که سکتورهای کشاورزی، خدمات و صنعت بیشترین کاهش را داشتند. از سوی هم در این سالنامه جمعیت افغانستان 34,300,000 تن برآورد شده که جمعیت جوانان بیشتر است. تمیم شهیر. بر بنیاد آمار و ارقام سالنامه سایوی که بر روز چهارشنبه به نشر رسید، تولید ناخالص داخلی افغانستان نسبت به سال 1399 بیش از $5 میلیارد کاهش یافته است و در سال 1400 تولید ناخالص داخلی افغانستان به کمتر از $15 میلیارد می رسد. در سال 1400 سکتور زراعت، صنعت و خدمات رشد منفی را تجربه کرده است. رشد اقتصادی افغانستان در سال قبل منفی 20.7% است. دغه ارقامو په تصنیفونو، تعریفونو، توضیحاتو کې له نړیوالو معیارونو څخه کار اخیستل شوی دی. در سالنامه سایوی اداره سایه و معلومات جمعیت افغانستان 34,300,000 نفر برآورد شده است که جمعیت مردان نسبت به زنان 2% بیشتر است. بر بنیاد سالنامه سایوی جدید جمعیت روستایی، شهری و کوچی به ترتیب بیشترین جمعیت را دارند. نفوس افغانستان امسال 34.3 میلیون نفر برآورد شده که 17.5 میلیون تعداد ذکور و 16.8 میلیون اناث است. به گونه میانگین درآمد سرانه افغانستان نیز نزدیک به $40 کاهش یافته است. اداره سایه و معلومات میگوید که صادرات افغانستان نیز نزدیک به 12% کاهش یافته است. صنایعی را که مثلا ما تولید میکنیم اگر توان رقابت با صنایع کشورهای دیگر را داشته باشه باید به این بازارها منتقل بکنیم، در غیر از او روی دست ما میمانه و ما را در واقع با مشکل، یعنی سرمایه گذاران ما را، تاجران ما را با وضعیت شکننده اقتصادی روبرو میسازه، حتی ورشکست میسازه. بر بنیاد آمار سالنامه سایوی میزان تولید غله در کشور 1,300,000 تن کاهش یافته است و افغانستان 1400 کمتر از 5 میلیون تن غله تولید کرده است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث برای 800 خانواده در کابل مواد غذایی و غیر غذایی کمک کرد. مسئولان در این وزارت گفتند که تاکنون تنها در کابل برای نزدیک به 10,000 خانواده کمک نقدی، غذایی و غیر غذایی توزیع شده است. از سوی هم برخی از دریافت کنندگان این کمک‌ها تاکید دارند که کمک‌های مواد غذایی برای بیرون رفت از بحران اقتصادی کشور تأثیر مثبت ندارد. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبر 6. تا فراخبر بدرود.